با شما کارو میکنی؟ سلام. سلام. داری چی می‌نویسی؟ داستان. داستان؟ بله. اشکالی داره؟ نه. میخوام یه کاری برام بکنی. چی؟ میخوام این جزوه ها رو ببری به این آدرس. همین الان؟ نماز شب میخونی که تا این وقت روز میخوابی؟ سلام. سلام. این دختر چشه؟ نمیدونم. همش داره داستان مینویسه. بهش گفته بودم این جزوه ها رو تایپ کنه. از پس کاری که بهش سپرده بودم بر نمیاد. واسه همین میخوایم بفرستینش بره؟ خودش بهت گفت؟ آره. باید بره یه شهر دیگه. باید تو کارخونه کار کنه. شاید لازم باشه یکم زحمت بکشه. خوبه. اینجوری خودش هم میتونه خرج خودش رو در بیاره. معترض نبود؟ نه. خودش فهمیده اینجا باطله. از رفتنش ناراحت نیستی؟ نه. بهش علاقه‌مند نشدی؟ چه سوالیه؟ ولی به نظر میاد اون شده. من این چیزا رو خیلی خوب متوجه میشم. کی میخوایم بفرستینش؟ همین روزا. برای تو که فرقی نمیکنه. تو نمیخوای دست از تنه زدن برداری؟ فکر میکردم مقاومت کنی. یه ساز مخالف داری که همیشه برای من میزنی. واقعیت اینه که پروانه میتونست نیروی مفیدتری باشه. اگه تو خونش مونده بود میتونست اخبار خیلی خوبی برای سازمان بیاره. اما حالا چی؟ آره. درست میگی. بعضی از آدم ها مردشون بیشتر میارزه. ما نمیذاریم اتفاقی براش بیفته. اما اون باید از این وضعیت خارج بشه. اون باید خصوصیت بورژوازی از تو خونش بیرون بره. نمیتونه. میتونه. اگه نتونستم یه قرار ناامن براش بذارید. مثلا تو درگیری با صفا کشته بشه. به بعد تبلیغاتیش فکر کن. منظورت چیه؟ ما تصمیم گرفتیم با هم ازدواج کنیم. شرعاً و رسماً.
تمام مدت رو داری وانمود میکنی که هیچ گونه رابطه عاطفی بین شما نیست. بعد الان داری میگی که میخوایم با هم ازدواج کنیم. بعضی مواقع آدم اینطوری بهتر میفهمه دور و برش چه خبره. این همه سازمان اصرار کرد، اما تو مخالفت کردی. اون موقع صلاح نمیدونستم، اما الان فرق میکنه. فرقش چیه؟ وقتشه. خواهیتونم میدونی. من بهت گفتم کسی قرار نیست به اون آسیبی برسونه. این مسئله باید از جوانب مختلفی بررسی بشه. صبر کنیم تا سازمان اجازه بده. خوب گوش کنی ببین چی دارم میگه. پروانه رو من آوردم تو این راه. خودم هم ازش مراقبت میکنم. چی شد نظر عوض شد؟ فکر کردم بهش. ازدواجی که فکری باشه نوبره. معمولا اول دل میره بعد فکر. وکالت داری ازش؟ بله. باشه خالی. باشه خالی. برش بابا برش بردار. سعی کن مشکور. الان وقت کتاب خوندنه. برو کمک بقیه. چشم. خوندن تربیت بکنیم. اذن پدرم که نمیخواد گفتی مطلقه. تو چته؟ چرا تو همی؟ نکنه مجبورت کردن. نه. امیر آقا تو بالاخره ممکنه فکر کنی چریکی ازدواج برای چیز سبکی باشه، ولی بدون اون دختر روح و جانش دیگه میشی تو. اخم نکنی ها. چشم. سلام. یا الله. یا الله. تموم شد. امیر دلم میخواد یه کتک مفصل بهم بزن. کاریه که شده. کاری که شد.
سلام. یا الله. بیا تو امیر جان. سلام. سلام. خسته نباشی. ممنون. سلام. بشین جلسه داریم. چی شده؟ من یه شنود نیاز دارم. یه دستگاه کوچیک که تو جعبه سیگار جا بشه. حداقل بردش هم 200 متر باشه. من یه سوال پرسیدم. جواب سوالت خودت میدونی. تو همه چیزو به هم ریختی. من؟ نه من. شما با هم ازدواج کردین. آره اما این به کسی ربطی نداره. قرار بود منتظر جواب سازمان من بمونی. همچین قراری با کسی نذاشتم. امیر تو چت شده؟ هیچ. ادامه این وضعیت غیر ممکنه. من میخوام تکلیفمو معلوم کنم. میشه بهش بگی بیاد بشینه اینجا؟ اون خودش تصمیم میگیره. خب بله، اینجا همه خودشون برای خودشون تصمیم میگیرن. منم ظاهرا چغندرم. اتفاقی نیفتاده. ما تصمیم گرفتیم با هم زندگی کنیم. زندگی؟ آره. پس روابط چی میشه؟ هر سازمانی تابع سلسله مراتبه. تبعیت میکنیم تا وقتی که حرف حسابه. انتظار داشتی چی کار کنم؟ براتون پاتختی بیارم؟ امیر تو فراموش کردی عضوی سازمان چریکی هستی؟ هویت، امنیت، نتیجه عمل ما بستگی به یک کار گروهی بسیار دقیقی داره. میدونم. من میتونم ندید بگیرم. دلم میخواد اتفاقی بیفته که بتونیم هم کار کنیم. این فرستنده کی حاضر میشه؟ برای 2 ماه آینده روش حساب کردم. میخوای چند ساعت کار کنه؟ چند روز. سخت شد. نه برای تو. اما قطعاتش گرونتر میشه. پولش اصلا مهم نیست. قبل از اینکه بیام یه نفر رو دیدم که خیلی شبیه تو بود. از یه ماشین گرون قیمت پیاده شد. این دقیقاً همون آدمیه که قراره بیسیمو تو خونش کار بذاریم. یکی از مقاماته. آها. چیه؟ فکر کردی بیسیم پر در میاره میره خونش؟ چرا اونجوری نگاه میکنی؟ تو در مورد من چی فکر کردی امیر؟ میرم خوشگذرونی؟ عاطفه خانم، دارم نگران میشم. امیر آقا، تو بهتره نگران رفتارهای خودت باشی. من بلدم چجوری از خودم مراقبت کنم.
امیر من دیگه نمیتونم داستان بنویسم. هرچی مینویسم راضیم نمیکنه. هنوز داری رو داستان اون دوتا چیری کار میکنی؟ آره. ولی همه شبیه من و تو میشه. خب بشه. باید تخیل توش باشه. ببین واقعیت سری هیچ وقت خوب نیست. کجای زندگی من و تو شبیه واقعیته؟ نه واقعا بهش فکر کن. کدوم دیوونه حاضره یه زندگی آنچنانی رو ول کنه؟ بیاد سراغ یه آدم آسمان جولی مثل من. چیه؟ دلت میخواد ازت تعریف کنم؟ بگم چه آدم نابغه‌ای هستی که تونستی منو عرا در کنی؟ نابغه که هستم اما تو خراب کردن. آره واقعا. اگه اون شب نیومده بودی تو اتاق من اتفاق یه طور دیگه میشد. عاطفه خواست که باهات حرف بزنم. من نمیتونم با اون کار کنم. اون خیلی آدم مغروریه. خب تو هم هستی؟ خب همین دلیل کافیه. دو پادشاه در یک ملک نگنجند. الان 2 ماهه که هیچ کاری نمی کنی. این اصلا خوب نیست. لازم نیست این چیزها رو بهم بگی. من خودم دارم فکر میکنم. اما هنوز نفهمیدم فایده این کارا چیه. ما مجبوریم اسلحه دست بگیریم. اینطوری نمیشه. ما همش داریم خودمون رو از مردم پنهون میکنیم. کارهای مخفیانه میکنیم که معلوم نیست چقدر مفید باشه. امیر من خسته شدم. خسته شدم. بریم اونجا. راه دیگه از این سخت‌تر نبود؟ کجای سخته؟ تازه سختش مونده. امیر میخوام این چیزی بهت بگم. چی؟ شاید فهمیده باشی من یه کمی شکمو شدم. خب منم گاهی شکمو میشم. بخور نوش جونت. چیه؟ یعنی میخوای بگی واقعا؟ خب این که خیلی خوبه. خدا رو شکر. الان چرا داری گریه میکنی؟ نمیدونم. تو خونه فقرا اگه بچه هم نباشه که دیگه چیزی نیست. کاریه که شده. کاریه که شده.
من نگرانم. نگران چی؟ من خودم بدون مادر بزرگ شدم. نمیخوام اونم اینجوری بزرگ شه. معلومه که اینطوری نمیشه. هیچ کسی این رابطه رو نمیخواد. نه خانواده من، نه سازمان، نه شرایط. به کسی ربطی نداره. به هیچ کس. دوست داشتی خونت اونجا بود؟ آره. هرچی از آدم ها دورتر باشه. خیلی هم دور بود. ما دوباره تو هیچ آرزویی نداری؟ چرا؟ مگه میشه آدمی آرزو نداشته باشه؟ خب چیه؟ بهش میگن آرزوهای نگو. سلام. سلام. امیر، فرهاد کارت داره. باش. الان. اوضاع احوال کاری چطوره؟ مشکلی نداری؟ خوشحالم به توصیه هم عمل میکنم. ورزش همیشه خوبه. کو خوش گذشت؟ در مورد ازدواجم با پروانه دیگه هیچ بحثی ندارم. خودتون خوب میدونید چرا این کار کردم. پروانه ویژگی‌هایی داره که کار کردن رو باهاش سخت میکنه. ما قصد داشتیم ارتباطمون رو باهاش قطع کنیم. چه ویژگی‌هایی؟ سعی کن بفهمی. درباریه. توی رفاه بزرگ شده. دغدغه توده مردم رو نداره. ندیدی چند وقته هیچ کاری نمیکنه؟ اینا رو تازه فهمیدین آره؟ اینا بهانه از خودتونم میدونی. مشکلتون چیه؟ رضا تو بگو. سرسپردگی. سرسپردگی. دقیقاً. تبعیت محض. اون وقت تفاوت ما با آدمی که میره دست کسی مثل شاه و ماچ میکنه چیه؟ اون به خاطر پول، برای خودش، برای مقام. ما هم به خاطر عقیدمون. هر سازمانی پیرو سلسله مراتب و مقرراتیه. نظم تشکیلاتی واجبه. تو نباید با نظام شاهی مقایسش بکنی. ما خوبی تو رو میخوایم امیر. شک نکن. خوبی خودم بهتر میتونم تشخیص بدم. نه همیشه. ما خبرایی داریم که میتونه سرنوشت تو رو عوض کنه. چه خبری؟ فعلا وقتش نیست. بگذر ازش. بازگشتی وجود نداره. واقعا دیگه امکانش نیست. چرا؟ اون مادر بچه‌ی منه. چیه؟ خراب کردی امیر. بدجوری خراب کردی. بستگی به تعریفمون از درست خراب داره. بهش بگو. خبری که این دختر برات آورد معتبر نبود. شاید دروغ، شایدم اشکال تایپی، هیچ کس نمیدونه. نرگس زنده است. زنده است؟ میتونی باور نکنی، مثل بقیه چیزا. میفهممت. حس گنگیه.
آدم نمیدونه خوشحال باشه یا ناراحت. کجاست؟ آزادش کردن. احتمالاً میخوان ردتو بگیرن. به نظرم به پروانه چیزی نگو، مخصوصا با این وضعی که میگی داره. در این شب سرد بیدارم و بس دلتنگ